تنبیه لفظی و بدنی، چی لطکوب میکنی، چی گوشتایوتی، چی دهو میزنی، گپ زشت میزنی، نه کلش استراب ایجاد میکنه. اگه خود ما تهدید شدیم یا حتی خواهر برادر ما را پدر مادر لط نکرده ولی خواهر برادر لط کرده، بازم ما مضطرب میشیم. در کودکی شاهد یک حادثه بد بودن قربانی حادثه است. یعنی تو میبینی خدا رو بیادر تلت میکنه، تو همونم قاسی و حتی بعضی وقت بیشتر آسیب میخوری. تحقیقات نشان میده مثلا دو کودک داره، یک لط کرده، دیگه از اون که آسیبش بیشتره چون اون یک سیلی خوده درد داشت، اما این از این طرف فکر میکنه که دردش چقدر زیاد است، مرا لط نکنه چطور میشه امثال دیگه. خب اون لط کوب بیخی نادرست است. لطفا پدر مادر عزیز لط کوب نکنین، معلم عزیز لط کوب نکنین. موضوع دیگه که سبب استراب میشه آزار و اذیت جنسی، بدترین حادثه که در کودکی میتونه واقع شود که مثل انفجار یک بم که کل وجود توته میکنه، موضوعات آزارات جنسی هستند که ده ها مریضی روانی را به وجود میاره که خودش بحث جدا داره. لطفا مراقب اولادتان باشید و اولاد مثل کمره باید